آقا سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. پیشاپیش عید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم امسال یکی از بهترین سالهای زندگیتون باشه و کلی هم بهتون خوش بگذره. امروز قراره بریم کلی لوازم تزیینی که از دیجیکالا سفارش دادم با هم دیگه آنباکس کنیم. ولی قبلش حتما یادتون نره چنل من سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین و یک کامنت خوشگلم برای من بذارین. اولین وسیله که بچه‌ها میخوام بهتون نشون بدم این ریسه LED هستش که سفارش دادم. اینو برای دومین بار که از دیجیکالا میگیرم. خیلی خوب بود. واقعا فکر میکنم 2-3 سال برای من عمر کرد. هنوزم این سیمش سالمه برای من. منتها این محفظه باتری داخلش برای من زنگ زد. فکر میکنم به خاطر استفاده زیاد یا مداوم بودن باتری داخلش این اتفاق افتاد. حالا اینه که جدید سفارش دادم، من آفتابی زدم چون رنگ آفتابی رو خیلی دوست دارم. ولی این محفظه باتریش این دفعه متفاوته. دفعه قبل شیشه‌ای بود و پلاستیکش فرق میکرد. این دفعه این مدلی برای من اومده. توش 3 تا باتری میخوره، باتری قلمی و اینم روشن میشه دیگه. 5 متر هم هست. خیلی خوبه بچه‌ها. من تو این 2-3 سالی که داشتم هیچ وقت اذیت نکرد. فقط امسال زنگ زد داخلش که من انداختمش دیگه. قیمتش هم 61,000 تومان بود. رنگ بندی هم داشت که حالا من خودم آفتابی چون دوست داشتم سفارش دادم. صورتی و سفید و مهتابی هم داشت دیجیکالا. این از این. باتریش هم که گذاشتم. حالا من اینو باز میکنم بچه‌ها، خیلی خوشگل میشه. حالا اگه شما دوست دارین توی بطری بذارین برای دکور اتاقتون، ببینید مثلا این بطریایی که من اینجا دارم دقیقاً توی این بطریا من خودم 2-3 مدل دیگه‌شو قبلا داشتم میذاشتم، خیلی خوشگل میشد. توی بطری رنگی که خیلی بهتر میشه. توی بطری‌های کوچیک‌تر یا سفیدم حتی میتونین بذارین. من خودم ترجیحم رنگیه. ببینید حالا شما اینو کامل باید باز کنید و یه جلوه خیلی خوبی میده دیگه. بذارید من دوباره اینو بزنم. ببینید به این صورت میشه. نسبت به قیمتش خیلی بچه خوشگله. اینم سرشو میذارین. فقط بچه شما اشتباه من انجام ندین. بعد از اینکه از این استفاده کردین حتما باتریشو در بیارین که بعد یه مدت این خراب نشه. منم دیگه هر وقت استفاده کردم باتریشو در میارم. یه دونه از این قالبای شمع بابونم سفارش دادم که این وقتی شمعشو درست کنین خیلی خیلی خوشگل و ناز میشه. فکر می‌کنم توی بازار دیده باشین. حالا من خودم قالبشو گرفتم که خودم درست کنم. قیمت قالبای شمع بابونه بچه توی دیجیکالا از 50,000 تومان تا 65,000 تومان بود که من خودم 61,000 تومانیش سفارش دادم چون این مدلش خیلی نسبت بقیه بهتره. خیلی بابت این تحقیق کردم و کلا شمع بابونه مدل‌های مختلفی داره. یکیش مثلا گل برگاش قشنگ در نمیاد، یکیش یکسره است. این مدلش بهترینشه. اگه شما میخواین قالبشو بگیرین حتما از فروشنده‌ای که من گرفتم سفارش بدین. عکسش بالای صفحه براتون میاد. حتما اونو بگیرین که خیلی قالبش خوبه. ببینید بچه‌ها این شکلی میشه. حالا من عکس گلی که از توی این در میاد و روی صفحه براتون میذارم ببینید. رنگ شمعم باید در آینده بگیرم که برای این وسطش پارافینمو رنگی کنم و دقیقاً مثل گل مثلا این مرکزش رو زرد بریزم و بغلاش دیگه گل برگاش سفید باشه و خیلی خوشگل میشه اینجوری. حالا رنگ قرمز صورتی هم خوبه ولی کلا تو شمعای بابونه رنگ زرد باشه این وسطش خیلی خوشگل تر میشه. یه پارافین پودری هم سفارش دادم که بهش میگن شمع پودری. اینم برای چندمین بار که از دیجیکالا میگیرم. این دفعه بسته 100 گرمی رنگ صورتیشو گرفتم. اینم خیلی خوبه. مثلا اگه یه ظرف بردارین اینو یکم بریزین توش و یه پارافین توش بذارین خیلی سریع شمعتون حاضر میشه. خیلی هم دیرسوزه بچه‌ها. خیلی هم رنگای متفاوت و خوشگلی توی دیجیکالا هست. من خودم تا الان فقط سفید و صورتیشو آبیشو گرفتم که همشون کیفیتشون عالی بود. از همین فروشنده‌ای که من گرفتم اگر بگیرین واقعا هم خیلی دیرسوزه هم حجمش خیلی خوبه. ببینم که دیگه چی سفارش دادم بهتون نشون بدم. آها بچه‌ها یه بسته 10 عددی هم از این ورقای طلا سفارش دادم که برای اولین بار خودم میگیرم. توی دیجیکالا 10 عددی تا 100 عددیش موجود بود. خودم برای کار سنگ مصنوعی گرفتم ولی کلا برای خیلی از کارهای هنری استفاده میشه. حالا هر کار هنری که انجام میدین میتونین این استفاده کنین. میتونین از دیجیکالا برای خودتون سفارش بدین. خیلی کارا مثلا هست مثل کارهای سرامیک، کارهای شیشه، کارهای چوبی یا نقاشی روی مقوا یا حتی روی پلاستیک. میتونین از این ورقای طلا بگیرین و توی کارتون استفاده کنین. خیلی خوشگل ترش میکنه. به این صورته بچه‌ها ببینید خیلی نازک و حساسه. به خاطر همین من مجبورم اینجوری بهتون نشون بدم.
حالا اگه نیاز دارین، گفتم دیگه 10 عددی تا 100 عددی توی دیجیکالا هست. حالا غیر از ورق طلا، ورق نقره، ورق برنز، ورق برنج، خیلی ورقای متفاوت تو دیجیکالا دیدم هست، خودم نمیشناختمشون. برای اولین بار بود دیدم دیجیکالا داره. حالا اگه میخواین یه سری کارهای هنریتون رو رنگی کار کنین، میتونین مثلا ورق نقره بگیرین که نقره‌ای میشه، خیلی باحال میشه. ورق برنج هم یه حالت گلد و جیگری بود، رنگ مس بود تقریبا، اونم خیلی باحال میشه روی سری کار بشه. احتمالاً دفعه بعد ورق برنج بگیرم چون خیلی خوشگل بود. از اونجایی که بچه‌ها من توی اتاقم خیلی گل و گیاه دارم، البته که چند تاشونم خراب شد متاسفانه، یه سریاشم اینجا انقدر بلند شدن دیگه معلومه. یک گلدون کوچیکم از دیجیکالا سفارش دادم که قیمتش توی دیجیکالا 49,000 تومان بود. همینو توی بازار من خودم 40 الی 45 میخرم. یک کوچولو نسبتا گلدونای دیجیکالا قیمتش بالاه و گفتم اینو اول بهتون بگم. یک دونه گلدون سایز 12 سانت شهر آذین فکر میکنم اسمش بود سفارش دادم. خیلی رنگ بندی های زیادی هم دیجیکالا داره که من خودم همیشه روی گلدون سلیقه‌ام سفیده. ببینید خودم 90% گلدونامو از این مدل میگیرم چون هم جنسش خیلی خوبه، هم یه زیر گلدونی همراش داره. آخرین وسیله‌ای که بچه‌ها سفارش دادم یه پادری برای اتاقم گرفتم که یک روز طول کشید من اینو سفارش بدم، چون توی بازار دنبال پادری که بودم هیچ کدوم به دلم نمی‌نشست. یه کارم شده بود یک روز تمام فقط دنبال پادری بودم توی دیجیکالا. دیگه بعد از گشتن فراوون اینو پیداش کردم، خیلی از طرحش خوشم اومد، خیلی هم تعریف می‌کردن. قیمتش یک کوچولو نسبت به پادریایی که توی بازار دیده بودم بالاتر بود، ولی کیفیتش خیلی بهتر بود. دیگه تصمیم گرفتم اینو سفارش بدم. قیمتش بچه‌ها 410,000 تومان بود، ولی به عنوان فرش ماشین این فروخته میشه. یعنی مثلا از ابعاد نیم متر که من گرفتم تا ابعاد 9 متری هم اینو داشت توی دیجیکالا که اگر از طرحش خوشتون اومد حتی میتونین برای اتاقتون سایزهای بزرگتر مثل 2 متر، 3 متر، 6 متر سفارش بدین. ببینید هستم داره به این صورت. طرحش خیلی خوشگله بچه‌ها، جنسش هم خیلی خوبه، تراکمش 1000 شانه هست و جنسش هم پلیستره. ببینید این شکلیه به این صورت، خیلی با کیفیت بچه‌ها. ابعاد مختلفی هم داره که شما میتونید حتی بهتون گفتم برای اتاقتونم یکی از اینا سفارش بدین. من که خیلی خوشم اومد. ابعاد این نیم متری یا همون 50 در 80 سانتی متره. جنسش واقعا بچه‌ها نرم و لطیفه، طرحش هم فوق‌العاده است. خب بچه‌ها اینم بود از آخرین آنباکسی که توی سال 1403 با هم دیگه داشتیم. امیدوارم که از ویدیوهایی که براتون گذاشتم استفاده کرده باشین و خوشتون اومده باشه. امیدوارم امسال سال خیلی خوبی برای هممون باشه و خانوادهمون بزرگ و بزرگتر بشه و کلی ویدیوهای خفن و آنباکسینگ‌های بهتر و بزرگتر با هم دیگه بگیریم. کلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی و آنباکسینگ‌های بعدی فعلا خدا نگهدار.